اعلامیه جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود و فرماندهی صالح محمد ریگستانی. هموطنان عزیز و درمند و کاپیسا، در این مرحله حساس و خطیر تاریخی که افغانستان به سوی آینده تاریک و نامعلوم روان است، هیچ روزنه دیگر وجود ندارد با جز مبارزه مشترک بر علیه گروه مزدور و طالب. توجه همه ملت مؤمن را به یک نکته معطوف میکنیم، اینکه به جای استفاده های ناجایز از این اوضاع بحرانی، لطفاً به خاطر به دست آوردن زندگی آزاد، مستقل، اسلامی، انسانی و با عزت و نجات از ملت از شر گروه مزدور و طالب دست به دست هم داده و متحدانه وارد مبارزه عدالت خواهانه گردیم. ما امارت طالبان را بر پایه های بی‌عدالتی، تعصب، انتقامگیری، زورگی و نوکری بیگانه ها بنیانگذاری شده، آرامش را از ملت گرفته و با اساس منافع یک طبقه خاص بنا گردیده را به هیچ عنوان نمیپذیریم. ما و شما شاهد کشتن مردم مظلوم و بیگناه، کوچ اجباری و هزاران جنایات این گروه که گنجانیدنش در اینجا ممکن نیست بودیم و هستیم. لذا فریب این گروه را نخورید، هرچند تلاش می نماید تا مستحکم شدن پایه هایشان رفتار مؤدبانه با مردم داشته باشند، اما از نگاه و کلامشان بوی کینه، بغض و خون می آید. هشدار! جبهه مقاومت ملی در ولایت کاپیسا شروع به فعالیت کرده. هر خائن و هر کسی که با طالب با این گروه مزدور و خیانتکار در تماس باشد یا به نحو همکاری کند، به سزای اعمال خود می رسد و مسئولیت بعدی به دوش خودشان می باشد. انشاءالله ما عنقریب فعالیت های خود را به شکل چریکی، شبخون و تهاجمی در نقطه کاپیسا آغاز می کنیم و من الله توفیق.